درود بچه، پدرام هستم و خوش اومدید به پارت 2 گیم پلی شنک. اپیزود قبلی که اگه ندیدید ببینید، این بالا یا این بالا میاد یه جا همینجا داشتیم میرفتیم که یه ایست بازرسی ما رو میگیره و به اون میگه دلقک و درمشون سرویس میکنیم و فکر کنم جز شورشیاییم و یه نفر هست که میخواد شورشی رو نابود کنه، قلبش هم ضعیف دیدمه و الان ما بریم دهنشون سرویس کنیم. اگرم نمیدونید بدونید که این بازی دوبله است. بگید ببینم کدومتون ریزر کشته و کمپمون آتیش زده؟ ها؟ اومدم لطفش جبران کنم. ما آتیش زدیم. حرفی داریم؟ اوه بابا اوه داداشمون اینجاست. چی شده؟ بگو، اشکال نداره. من ممنونم، اینا احتیاجت میشه. خب ببین، من با این یارو مشکل دارم. تو خودت اسلحه رو داری، خب چرا میدی به من؟ منم قرمز پوشیدم و نگفتم اینو به خاطر شنک. خب هم اولش با هم پیستول میزدی تق میکشتی دیگه. اینا دست خالی هم بدبخت. از من داری سوء استفاده میکنی. ای وای پیستوله چقدر خوبه. همون تا آخر بازی با همینم. بذار ببینم با این چی میکنه. واه چقدر خفن بود. آی 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 دوست کن بریم. ایمونم بی نهایت تا صبح بتونم تیر بزنم از دور. بدن اوه ده بابا همه چی آتیش زدیم. البته خب ما هم با کمپشون همین کارو کردیم، ولی خب شما ها لاشین الکی به ما گیر بدیم. نکن چه میکنه این بازیکن؟ اوه دوباره از این استرویدهای حجیم. بیا داشتم بمیر دیگه. اوه ولم کن. اوه شت یا ابوالفضل. بابا با تیر هوایی چرا دارم میزنم بابا؟ یارو همومه. ای بابا بالاخره مرد. از این جهنم در راه برم بیرون. گرفتم. او آدمای کمپ ما هن. بیاید باید شبید بریم. عوضی ها چقدر او بگم بابا. تمومه. بیا اینجا یا علی. بالا بمبه بزن. اینو بزن. این بالایه رو بزن. آها همینه. اوه چقدر درصد خوشیت بازی زیاده. خیلی باحاله. اصلا انتظار نداشتم یه بازی دو بعدی اینقدر خفن باشه. جدی خیلی تعریفش تو این اینستاگرام شنیده بودم.
چرا دارم میکنم؟ اوه دوباره سپرد. اوه خورده داره سخت میشه کم کم. بیا اوه هیل نرم اوه یکی دیگه. اوه آی شت، چیکار میکردم یارو گولاخه. با این گولاخه دوباره مونده. بیا اینجا، بیا وای واه خفش کردم. دو یارو خفه کرد. آره یه چیز گنگیه. خداست چه زودتر ازش استفاده نکردم. یا علی بیا اسکنه بچ اوه بلند شو به سر. ببین اینجا باید یه داک بدیم. این اصلا داک نبود. هیلینگ نمیخواد تو این بازی بده. ایمه بیا این دفعه دارمت. بیا دیگه بیا هیچی نیستی بدبخت، هیچی نیستی. این دفعه عصبی بلند شو شنگ. بمیر اوه بابا این خیلی عوضیه. بابا وایسا. یو علی بیا این ور. دست بیلتون میتونم بردارم. بریم بذارم هیل کنم. با دست بیل میرم جلو. اوه گانم افتاد. بابا آتیش گرفتم. وای برم. خودی ها دارم میزنم. خاک تو سرتون کنم. نزن دیگه دارم میسوزم. نمیخوام ببازم. بیا چقدر کوکتل مولوتوف داری مگه میشه آدم اینقدر کوکتل مولوتوف داشت؟ از کجا در میری؟ از تو کونه در میاری مادر. یارو تا صبح داره کوکتل مولوتوف میندازه. خب من چیکار کنم؟ تا صبح یارو کوکتل مولوتوف داره. رمبو نمیتونه مبارزه کنه. شنگ میخواد چجوری جمع کنه؟ البته خوبیش کنه چیه؟ اینا خودی هم میسوزنن. وایستا بیا من یه کار کنم اینا خودشون بزنن. بعد آخر سالش کشته بشن. بیا
چه میکنه این بازیکن؟ از منو آی ولم کن ولم کن ولم کن مرتی که کن آی 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 هیلارا بمیر بابا دیگه چیکارت کنم تا صبح هیل داری آخه راحت شدم یه فشار عصبی از رومان برداشته شد اینکه اردوگاه سوزوندن چیزی نمونده داشت وای 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 بده من برم پارشون کنم بره از سب کن آرامش نفس همه بوجش بدون بفرمایید تشنتون شد نه؟ وایسا دارم تو رو کوکتل مولوتو پرت کن من وای 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 یه باری کوکتل ببین حیف که حوصله سانسور تو ادیت ندارم و یعنی کل 70 رو شورت میکردم بیا دیگه بیا چی میخوای بگی ها؟ تو هم میخوای چیکار کنی؟ بگی همینه تمومه واو ای گرنید اینجاست این قسمت های بازی دیگه پارکور بازی داشتم دارمت یوز نکردم وای ای آدم ها اونو برداشتن هلنا شنگ هلنا کیه؟ هلنا رو گرفتم دو اول فاز اوه یا اول فاز گرینه لازممون میشد چی؟ وای چیکار کنم و کجا برم؟ وای وای بیا دیگه بیا خودت نمیسوزی احیانا من میسوزم فقط وای اینو چیکار کنم کاش که خودتی چی گفت؟ ناموسی فشد بیا بگی دارم برای بیا بلند شد دیگه شنگ بابا این خیلی قویه تو رو خدا اینو بزن اینو بزن اینو بزن اینو بزن وای وقتی بازی رو گوشتی رو هارد تا به فکر اینجا شد من این چیکار کنم
بزنش تا میتونی بزنش، پارش کن. همینه. ترک جون مادرت، به ترک جون مادرت. وای 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 وای. یک جا میستنم، جا میستنم. وای کاشی برگردیم عقب‌تر. بابا گندگوزی نکن. الان میام بالا سرت. گرینیدر عقب باید برمیداشتم، گرینیدر برنداشتم به این بدبختی رسید. اوه این اولو ما که مردیم. یه بزن قد داشت، بزن. یا برو پایین، یا برو. باسه خیلی سخته بابا، اینقدر حرف نزن میام بالا سرتا. نمیجونه من نگاه کن، بوسم کنی مردم. وای نه، این دفعه هیلش خیلی کم بود. این زنه تو بایدن. بیا این سری دیگه خب خانواده تو سریس کن، بازی دیگه ناموسیه. بیا بیا میخوای چیکار کنیم؟ دیگه خدا برو شم. مثلا دهنشو سرویس کن. آره بیا همشون رو هی باخت میدن. بزن اینو با اره برقی، بزن با اره برقی خلیفی همش. وای یه بار نشد من اینو داک بدم آجی. بمیر آخرای جونشه. وای بمیر اره برگی بزن بزن. بمیر بالاخره. واه ترکون نه آخرش هم همیشه همینجوری تمام شد. خوشم آتیش رو نگاه نمی‌کنم. هی شنگ بپر بالا، من میدونم اونا رو کجا میبرم. چقدر سخت بود این یکی مرحله. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو دیدید. لایک و کامنت فراموش نشه. اگه نظری هم داشتید تو کامنت ها بهم بگید. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار. استاد زبان، استاد سخنگویی، استاد یوتیوب. واسه دو تا ویدیو اینجا میاد با چنل بعد اینجا. دوست داشتید ببینید ساب کنید دیگه. ویدیوها امام من زحمت کشیدم، نمیخوای ببینی؟ این دوتا همینه، چیز زیادی نیست. یعنی ما ببینیم خوشت اومد بقیه‌اش هم ببینیم.